خداوند عمرتان را دراز کند، صف شما بار عالمایه در همین تاجیکستان ما زیاده گرداند. من دو سوال داشتم. نامم راستی محسن است. برای که با شما پیوست شویم راستی از دو تلفن در آمدیم تا اینکه همین سوالا را به شما دهیم. من همین از همین در وقت دست مقصد آیا کردیم پیوست شدیم. یکم سوال استاد، همین حکمی شخصی که خودکشی میکند در اسلام در همین باره کمتر معلومات میدادید استاد. بعد خیلی دوم سوالش کمتر بعداً باز میگم. خودکشی بنابر تحقیقات علما 51%ش یعنی اکثرش سببهاش نامعلوم است. سبب خودکشی همین آدم نامعلوم باقی میماند. 49%ش معلوم میشود که مثلا مادرش یا پدرش برای قید کردن دین رجلینش اجازت ندادیند. دخترچه میبیاد میگوید که من همسنفامو تکلیف میکنم و دین رجلینی قید میکنیم. پدر و مادر راضی نمیشد، میگیرد خودش آب میزد، خودش به دار میکشد، یعنی در همون خانش. یا یک آدم میبینید که قرضدارا سحر کتی بامداد کتی خانش به آمدیان، اونا یک علاج کرده جواب گفته سو، بعد رفته سو خودش به سیم دار کشیده است، یعنی سببش معلوم است. یا دختر میگیرن به غیر دوست داشته شوهر میتیان، میگوید من این آدمی که دوست نمیدارم قطعی این زندگی کردن مردنم به خودش دار میکشد. همین گونه این خیلی حادثه ها بسیار است. سببش اگر معلوم باشد میفهمیم که همین آدم خودش کشته است. این البته دلالت به ضعیفی ایمان میکند. برای آنکه با خودکشی از همین بلایی که به سرتان آمد، ناخوشی که به سرتان آمد راهی نجات نیست. خودکشی برعکس، برای آنکه کسی که خودش را میکشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که وای تا روز قیامت خودش کشته میگیرد. کسی خودش آتش زده است، نعوذ بالله بعضی زنها بنزین به بالاشون میریختن سوزشواری و خودشون آتش میزدن. در تاجیکستان هم بسیار شده است. این بسیار نوع سختش است، چون که با آتش عذاب دادن مخلوقات، خاصتا نفسی که در بین خودتان هست، این ظلم است. و علما قرار کردند که خودکشی گناهش عظیمتر است از بیگانه کش. آن آدمی که مؤمن را به قتل میرساند، الله تعالی 5 جزای وزنین وعده کرد. در سوره نساء الله سبحانه و تعالی که و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها وغضب الله علیه ولعنه واعد له عذابا عظیما. آن آدمی که مؤمنی را به قتل میرساند یا مسلمان به قتل میرساند، فجزاؤه جهنم، قصدن اگر به قتل رساند، اگر ماشین قدی زده ناخواست کشت یا شکار رفت و آهو را میکشن افته انسان کشت، اون دیگر مسئله هست و قتل خطا است و جزاش دیگر خیلی جزاش سبکتر است. اما این آدمی که قصدن با نیتی کشتن میکشد، فجزاؤه جهنم، جزاش جهنم است، خالدا فیها، در آن طولانی میایستد. اگر خودش مسلمان باشد و کشتن حلال نداند، اگر کشتن حلال داند ابدی میایستد، چون که وی کافر شد. برای حلال شماریدنی خونی که ریزانیدنش حرام است. خون مومن را ریزانیدن حرام است مگر هم با حقش یعنی قاضی حکم میکند که حکم این آدم قتل است، چون که فلان فلان جنایت هایی که شریعت برای و حکم قتل داد همون جنایت مرتکب شده است، بعد از آن خونش حلال میشد با امر قاضی. اما ریزانیدن خون مسلمان حرام است، جزاش جهنم است، طولانی در جهنم میایستد. و غضب الله علیه، الله به او غضب میکند. و لعنه، بر ضمن این که الله غضب کرده با لعنت میکند، یعنی از رحمتش دور میکند. و اعد له عذابا عظیما، برای او عذاب عظیم آماده میکند. و عظیم الله تعالی واقعا عظیم است. الله تعالی هرچی عظیم نمیگه، الله تعالی خودش عظیم است، خودش بزرگ است. وقتی که بزرگ گفت، بزرگ الله تعالی بزرگ است. و یه آدمی کمبغل قرض کلان دارم میگه، کلانش $100 است.
یا آدمی دیگه قرض کلان دارم میگفت $1000 است. یا میلیاردر میگفت که قرض کلان دارم میگفت واقعا قرضش میلیارد بود است. یعنی بزرگ است. الله تعالی که بزرگ است گفت که برای این خیل آدم الله عذابی بزرگ آماده میکند. یعنی عذابی تیار نیست برای این خیل آدم، مخصوصا برای آدم کش، مومن کش، کسی که مومن را به قتل میرساند. الله تعالی چی باشد حال آنهایی که یک مومن نه هزارها مومن ها را به قتل رسانیدند. وای بر حالشان. برای آنها الله خودش عذابی عظیم آماده میکنه. بسیار جزای وزنین است. 5 جزا در یک آیت برای آن آدمی که مومن را به قتل میرساند. خون مومن بسیار قیمت است. خون مومن بسیار در نزد الله تعالی عظیم است. و تحسبونه هینا و هو عند الله عظیم. در سوره نور از خونش دیده آبروش الله تعالی میگه که تحسبونه هینا، شما آبروی مسلمان ریزانیدن معده میپندارید. و هو عند الله عظیم، و در نزد الله تعالی عظیم است. آبروی مومن مانند خونش است. خلاصه کسی که خودش را به قتل رساند عیناً همون گناه، همین 5 گناهی که آمد برای مومن کش، آدمی که مسلمان به قتل رسانده است، همین به خودش تطبیق میشد و بلندتر برای آن که این آدمی که برای خودش رحم نکرد برای دیگرها با بیرحمتر میشد. بنابراین کدام آدمی که خودکشی میکند و همون از جمله 49% آدمایی که سبب خودکشیش معلوم است، این دلالت به بیدینی آنها میکنه. بنابراین احصائیات نشان میدهد که در دولت‌های ترقی کرده و در دولت‌های پیشرفته خودکشی زیادتر است نسبت دولت‌های کمبغل. سببش این که مردم از کمبغلی دست به خودکشی نمیزنند. مردم از نداشتن ایمان و معلومات کافی دینی، مثلا در قزاقستان که از تاجیکستان چندین مراتبه از نگاه زمینش هم خریده 2 میلیون کیلومتر کوادراتی از تاجیکستان 143 و 141 شده است. یعنی کم است. قریب 20 برابر از تاجیکستان کلان از قزاقستان و مال و ملکش هم زیاد است. مرتبه سطح علمیش هم بلند است، ترقیاتش هم پیشتر است، همه جهت از تاجیکستان پیش است. لیکن از نگاه دینداری از تاجیکستان پایان‌تر می‌ایستد. بنابراین خودکشی در آنها زیادتر است نسبت به تاجیکستان. من 20 سال دور نگیریم، اروپا نرویم، همین نزدیکی‌های خود ما کدام منطقه‌ای که دینداریش زیاد هست در آنجا خودکشی نسبت کشورهایی که دینداریش کم است، سطح دینیش اونجا، یعنی که کدام کشوری که سطح دینیش پس است خودکشی در آنجا زیاد است. احصائیات گرید خوانید، یعنی ببینید که در کدام کشور خودکشی زیاد است. در کشورهای کفر، آنهایی که مسلمان هستند، در آنها بسیارتر است، اگرچه پولدار هستند. بنابراین این ضعف، حتی اگر میلیون قرضدار باشیدم یا هرچی به سرتان بیاید هم خودکشی حرام است. خودتان را به قتل نرسانید. بگذار شما را دیگه ها به قتل رساند، در این حالت شهید میشید، لیکن شما خودتان را به قتل نرسانید. اما اون 51% که گفتیم سببهاش نامعلوم است، غالبی اینها جنها اینها را به قتل رسانیدگی است. این بندگان الله تعالی یا ندانسته به جنها ضرر رسانیدگی هستند. مثلا وقتی که آب جوشیدگی را وقتی می پرتایید، پیش از پرتافتن باید بسم الله گویید، تا اینکه در همونجا اگر یگان جن باشد یا جن کودکا باشد، وقتی بسم الله گویید میگریزد اونها، بعد می پرتایید. پیش از آن که یک چیز می برید بسم الله گویید باید. دیروز گفتیم که یک آدم سوال داد که پیش از اتحیات بسم الله میگفته است، پیش از صلوات بسم الله میگفته است، نگوییم. در زیر شرح یک آدم نوشته است که شریعت در همه جا بسم الله گفتن مشروع کردگی کن. بله، در کارهای بیرون از نماز، بیرون از عبادت بسم الله گفتن
ترغیب آمده است که هر یک کاری که بدون بسم الله شروع میشد اون کار دنبوریده است. حدیث اگرچه مثلا اسنادش مقال داره ولی مجموع روایتش هم دیگرش قوت میکنه. پیش از ابتدای هر یک کار باید بسم الله گفتن در کار. حتی لباس کشیدن هم، پوشیدن هم، در آمدن به خانه، در آمدن به مسجد، نزدیک شدن به اهل، در همه اینها بسم الله آمدگی هست. اون بسم الله الرحمن الرحیم که ما گفتیم که پیش از التحیات منع است، پیش از صلوات منع است، آخر اون وارد نشده است. از به خودتون در نمازی که پیامبر صلی الله علیه و سلم صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز گذاره خیلی که مرا دیدید که من نماز گذاشتم. اضافه کردن و کم کردن درست نیست. همین خیلی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز گذاشتن همون گونه باید خواندن نگار. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم یگان مراتب پیش از التحیات بسم الله الرحمن الرحیم نگفتیان، پیش از صلوات بسم الله الرحمن الرحیم نگفتیان، فقط بسم الله در ابتدای رکعت اول بعد ثنا خواندن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاتحه در اونجا میگفتن و در ابتداهای سوره فاتحه پنهانی میگفتن. اگر مثلا نماز جهریه باشد بامداد باشد بسم الله الرحمن الرحیم خفیه میگفتن یعنی پنهانی. بعد الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین شروع میکردن قرائت. همین گونه ولا الضالین اگر رفت و سوره نوبتی را از ابتدایش خواندنی باشند مانند سوره بقره یا سوره اخلاص از ابتدایش خواندنی باشند بله بسم الله الرحمن الرحیم پنهانی میگفتن و بعد قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دوامش قرائت میکردن. اما جایی که بسم الله وارد نشده است از پیش خودتون وارد نمی کنید. اما در بیرون نماز در معامله ها بله پول شمردن سر کردید بسم الله گفته شمرید. هر کاری که میکنید بسم الله گویید. از جمله وقتی که مثلا یگان کاری آتش در میگرانید یا آبی جوش میپرتاید یا یگان احتمالی که همیشه جین ها هست وقتی که بسم الله میگوید اونها میگریزن. وقتی که گریختن شما ضرر نمیرسونید. مثلا بعضی جین ها یک آدم کشتنی شدن در گرد و اطرافش دو ملاها رقیه خانها گفتن که نکش آخر گفت که این بچی من کشتگی است با ماشین زده کشته است. یعنی آدم جین رو نمیبیند ندانسته کشتگی هست ولی جین ها غالبا یعنی عذر نمیفهمند. یعنی ندانسته کشتگی باشدم قصاص میگیریم گفتن و کشتن اون برادری پاکستانی بود. یعنی و کشتن جین ها غالبا با آویختن میشد یعنی اون به دار میکشن. بنابراین میبینید که یک آدم با زندگی خوب داشت مشکلی نداشت لیکن میبینید که خودش به دار آویخته با یگان آدم مشکلی نداشت یگان مشکلی نداشت سببش نامعلوم. این رو میگن که سببش نامعلوم است یعنی جین به قتل رسانیدگی هست. سبب‌های به قتل رسانیدن جین ها گوناگون است. یعنی احتمال است که شما عذاب دادید، احتمال است که شما کشتید یا فرزندش کشتید یا همسرش کشتید برای قصاص آمده است یا برای دیگر چیز. خلاصه آن آدم هایی که سبب قتلش نامعلوم است و یه جین کشته است لیکن ظاهرش وقتی که میبینیم که آدم خودش به قتل رسانیده است اینها بله اینها در پیشگاه الله سبحانه و تعالی البته الله تعالی از حقیقت کارها باخبر است. الله تعالی کسی را بدون گناه جزا نمیدهد. اگر رفت و این کشته شده باشد از جانب جین لیکن در نظری ما که آدم هستیم نمیدانیم که ما جین ها را نمیبینیم. جین ها حقی به ما در صورت اصلی خودشون نشان دادن ندارند چون این انسان طاقت کرده نمیتوند. اونا به شکل حیوان به شکل آدم به شکلی مثلا اگه پرنده یا مار یا کژدم یا خیلی چیزا میبیایم یا عموما آدم نمیبیند به شکلی چی آمد. بنابراین الله تعالی خودش میدونه لیکن ما ظاهرا
برای او جنازه نمیخوانیم. یعنی کی جنازه نمیخواند؟ اگر او در حالت مومن مسلمان باشد و در دنیا لیکن خودکشی کند، مردم عامه نماز خواندنش ممکن است. یعنی حاضر امام ها خوانن هیچ گپ ندارد. یعنی و یک آدمی باید نخواند که در نزد مردم بی‌نهایت آبروی و اعتباری بلند دارد. جنازه نخواندن او درس عبرت میشد برای دیگرها. یعنی که تاثیر دارد. اوه فلانی به فلانی جنازه نخواند، گفته مردم از این روزا سبب حذر کنانیدن مردم میشد. اون جنازه نخوانیدن فلانی فایده آورد. در این حالت برای مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله نمیخواندند. مانند پیامبر صلی الله علیه و آله شخصی که به حلال و پاک و به علم و امانت معروف شده باشد و نخواندن او یعنی یه درس عبرت برای دیگرها شود، در این حالت او باید نخواند. اما آدم های عادی جنازه خواندن باکی ندارد. و هر حال مادامی که مسلمان هست و خودکشی کرده است، خودکشی یکی از گناه کبیره است. مادامی که اگر وی حلال نشماریدگی باشد، خودکشی حلال نگفته باشد، لیکن با وجود حرام بودنش من امین کردم گوید، وی مسلمان باقی میماند، چون که گناه کبیره کتی یک انسان از دایره اسلام بیرون نمی براید و حکمش روز قیامت به احکم الحاکمین است، حاکم ترین حاکم ها. استاد تشکر زیاد. راستی گپ درباره همین سوال میخواستم کم бошад равшанӣ андозам. Сабабаш гуфтед, бисёр дуруст қайд кардед устод. Сабабаш дар он буд ки чӣ хеле ки ба мо маълум аст, бисёри халқи моҳон мардако дар муҳоҷират ҳастанд ва шавҳарашам аз ин лиҳоз гӯем дар муҳоҷират буданд ва вақте ки ҳамин овозаи дарвозаҳо зиёда шуд ки ба гуфти Русул гӯем любовник пайдо кардааст ҳамкораш, ба ватан баргаштанд, шавҳараш ба ватан баргашт, то ин ки гӯем ҳамин шавҳараш нафаҳмаду дастгир накунад, аллакай то рафта расид ки худашро овехт. Мақсад 4 фарзанди ноболиг خیانت کرده بود. ба аку ростига ман худам ба чишмам надидем устод, не ки ҳамин хеле овозаҳо бисёр шудан рафтанд. ҳамин чиз ба гӯши шавҳараш даже вақте ки шав соати 1 мақсад меисанд, ҳамун гӯем любовникаш занг мезанад ки ҳаваям ҳамсинфи худаш будааст. Мақсад ки шавҳараш мебардорад, баъд мегӯяд эй ҷӯра ту омадими мақсад ҳамин хеле мегуфта мекушаду. баъд хулас дига вақте ки шавҳараш аз паси ҳамин кора ба гуфти Русул разбирация кардан ба мешавад, мерад то ин ки компания ҳамун гуфтугӯя ҳамеша сабт кунад, биёрад, доказат кунад, гӯем ҳамин ранг як одамгарӣ борин, то баргашта омад ки аллакай ҳамсараш худашро овехтааст. Мақсад аз рӯи ҳамин чиз шуда, мақсад як авлоди бузург бисёр бо ҳамдигар ҳамин гӯем ба гуфти ҳамун тоҷико ки як маиза бе ҳамдигар намехӯрданд, ҳозир агар чихе якдигарашона ҳамин мақсад дида роҳашона ятарфа кардана наметавонанда, як хунукӣ пайдо шуд. یعنی که این زن خودشو به قتل رسانید وقتی که سرش کشاده شد. میخیل بله وقتی که شوهرش در روسیه بود. بله برادرها در نزد من همین اوضاع رو فهمیده با تاجیکستان سفر آمد. درست. ما بعضی آدم هایی میدونم از روسیه هم دورتر از کشورها، وقتی که بعضی خبرهای ناخوش میشنود، بیچاره دیگه کار کرده نتونسته. 2 هفته بود از تاجیکستان آمدگیش به بلیت گرفته پریده رفت. گاه خیانت از جانب زنها میشد، گاه خیانت از جانب اهل خانوادهش یا نزدیکانش یا همسایه ها. برادرانی که در غریبی هستید، همسرانتان در کشور است، از پی همسرانتان شوید. اون حادثه هایی که ما و شما میشنویم، این حادثه هایی که ما میدانیم، حادثه هایی هست که ما نمیدانیم. بسیار حادثه هایی که به ما میبیاید، یعنی این غالبا از آدم های نمازخوان میبیاد. به نمازها به این کار ندارن. با مثلا دین من یک زنی به من زنگ زد، خوش دامنش زیناکار بود است.
من گفتم شوهر دارد؟ گفت شوهر دارد. شوهرش رو با خبر کنید. گفت شوهرش میداند، اثر میداند، کاردار نمیشد. یعنی دیوثی بی نماز برای اونها فرق ندارد. یعنی نبیردار زن هر روز زنا میکند. فرزنداش مقصد از آر و ناموس مثلا گریختیان رفتیان در روسیه زندگی میکنند. سال گذشته هم یه برادر زنگ زد که اپم، یعنی خواهری بزرگیم کلانی نبیردار است، زنا کرده است و زناش آشکارا شد. من اوی به قتل میرسانم. گفتم نه، به قتل نرسان، به قتل نرسان. تو باید بر وقتتر اهمیت میدادی. شوهرش هست؟ گفت شوهرش هست در روسیه. شوهرش که هم جنگ کرده است که زنت نقپیدی. گفت از 20 سال است در روسیه شوهر. 1 سال به عبار می آمده است، می رفته است. زن یعنی دائمی با این جوان زنا میکرده، زنی کلانسال با جوان. بعد گفت که اما خواهری کلانی موزه از روسیه میبیاد، من همین روز به قتل میرسم. گفتم نکن، از نگاه شریعت حکمش قتل کن. گفتم از نگاه شریعت حکمش قتل، که تو نمیکشی، این مسعود است و شریعت، قاضی شریعت میکشد. اون قواعد دارد، ضوابط دارد. چقدر صحابه های به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد، یا رسول الله انی اصبت حدا فطهرنی، یا رسول الله من به حد زنا رسیدم، مرا پاک کنید. یا رسول الله من به حد زنا رسیدم، مرا پاک کنید. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم رو استغفر الله ثم توب الیه، استغفار پرس، توبه کن، رو عیبت ستر کن، پوش. گفته پیش میکردم. با می آمد، یا رسول الله من زنا کردم، مرا از گناه پاکیزه کنید، رجم سنگسال کنید مرا. پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش میکردن. تو زنا کردی، بیا. گفته مردم جمع کردن نمیکشتن. حتی وقتی که 4 مراتبه آمد پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدن که ابیه جنون، این آدم مواد یعنی بیماری روحی ندارد، دیوانگی ندارد؟ شاید از روی دیوانگیش آمده گفته ایستاده باشد. بعد گفتن که نه، ما این چیز در این مشاهده نکردیم در طول حیات، یعنی آدمی درست است. بعد گفتن که اشریب خمر یا عرق نوشیده باشد، تا اینکه مثلا مست آمده مرا به قتل رسانید، گفته ایستاده است. بعد دهانش بوی کردن که عرق هم ننوشیده است. بعد با زبانی کوچگی پرسیدن که یعنی زنا کلمه ادبی هست. این شاید آدم های عمومی هر خیل فهمد. زینای چشم باشد شاید. بعد فلان کار کردی؟ گفته با همین لفظی کوچگی پرسیدن، با لفظی که به علما نمیزیبد، آداب نیست. برای چی؟ برای آنکه با قاضی نادرست فهمیده یک خون یک آدم نریزاند. اگر قاضی نادرست حکم کند و یا دانسته ایستاده حکم نادرستیت، یعنی قواعد قاضیگی اگر رعایت نکند، خود قاضی باعث شده است که این آدم از دنیا رفته است، قاضی قصاص گرفته میشد. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و آله 2 قاضی دوزخی هست گفتن. خلاصه با لهجه کوچگی پرسیدن که همین کار کردی؟ گم بله یا رسول الله، همین کار کردم. بعد گفتن که اونایس رو اینو به بقیع بر، اگر اعتراف کند سنگسال کن. یعنی که رفت و اگر از گپش گردد، یعنی ما وقتی سنگی زدن شروع کردید گوید که من این کارو نکردم، گو دیگر نزنید، یعنی نکشید. این قواعد دارد، ضوابط دارد. شاید بعضی ها حکم قتل گرفتن 20 سال تفتیشاتش دوام کرد. این برادر میگه من حاضر اپم عملیات آموزاده است، مقصد بعدی حادثه رسیه و گسیل کرده است. من گفتم کاری خوب بود، مقصد باید برای گم شدنی من در بین محله سر برداشته گشته نتونسته ایستادیم. گفته رسیه گسیل کردیتون خوب است، باید بلیت نمیگرفتی. از بلیت گرفته که باید سمالیات بشتگی واز بدی 2 ساعت میفراد سمالیات خود جانبه. گفتم نکن این کاره. گفت شما از تلفن شاید نه. گفتم اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در موضع من میشدن تو نکش میگفتن، چون که وظیفه تو کشتن نه، تو باید بر وقت اینو فکرش میکردی. ما دیگه من میگم 25 سال زندان به گردن میگیرم و
لیکن عاریت به گردن نمیگیرم. در بین محله ما عائله‌مون صفر شد. خیلی خلاصه چند بار گفتم، بعد رحمت جزاک الله خیران گفته تلفنم موند. بعدی چند وقت میبینم که در مجله های چیش برآمده است که همین جوان خواهر خودش کشته است. یعنی پیش از اون که به همین خیر، یا مثلا فرض کردیم یک آدم زنی خودش کشت، بعد اینکه به خیانت دستگیر کرد، بعد میره در زندان عمرتون میگذارد. یعنی پیشکی اهمیت دادن در کار، همین حادثه همین روزها و نرسیده. حالی مثال چندین آدم ها من من زنگ میزنم میگه 5 بچه دارم، چیکار کنم، همین خیلی حادثه شد. برای همین برادرای عزیز، آنایی که خاصتا در غریبی هستید یا در داخل باشیدن، بی اهمیتی نکنید در این مسئله. زمان فتنه شد، زمان تلفن شد. پیشتر فقط 2 زن و مرد اگر تا خلوت نماند کار حل نمیشد. حاضر به این تلفن ها همه کار حل میشد. بعد پیشی راه گرفتن دشوار است. به همسران خود اهمیت جدی دهید تا اینکه این خیر روزا به سرتان نبیاید برادران. بنابراین اون زنی که خودش کشته است و البته هم زنا کرده است و هم خودش کشته است، گناه بالای گناه است. این همه سببهایش ما دور بودنی ما از شریعت هست، ندانستنی ما احکام شریعت را، قدر خیش را ندانستن. و زنهای کافری زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم زنا نمی کردند. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و وقتی مشرکای عرب ایمان آورده آمده بیعت کرد، عهد داد، عهد زنها، بیعت زنها با دست نبود. مردها دست میدادند، زنها دست نمیدادند، برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و با زنها سلامت نمیکردند. دهانی بیعت میدادند، گفتند که عهد میدهید که به الله تعالی شریک نمیبیارید، دزدی نمیکنید، زنا نمیکنید، فرزنداتون از کمبغلی ترسیده به قتل نمیرسونید. گناههای نامبر کردن. یا زنک هند زنی ابو سفیان گفت که یا رسول الله او تزنی الحره، یعنی ما برای چی با شما عهد بندیم که زنا نمیکنیم؟ گفتم ما در زمان جاهلیت زنا نمیکردیم. مشرک بودن، آتش پرست بودن، هیکل پرست بودن، زنا نمیکردن. او تزنی الحره، مگر مرد زنی آزاد زنا میکند؟ فقط غلام زنها که اصل ندارند، پدرش کی نیست نامعلوم، عمکش کی نامعلوم، از دیگر کشور تاجرها خریده آمدیان فروختیان در بازار، خرید از یک خواجه. بعضی بدبختا اما چیهاشونه کنیزک دختراشونه به زنا پولکی میفروختن. همین تن فروش های ما بریم میفروختن، پول کار میکردن به واسطه همین چیهاش، کنیزهاش. بنابراین در عرف اهل مکه این خیلی نبود که زنی آزاد زنا کند. زنی آزاد پدر دارد، او از زنا کردن سرش بریده شدنش بهتر است که آبروی پدرش در بین قبیله آبرو دارد. آبروی پدر فکر میکرد، آبروی برادر و دادرای فکر میکرد، آبروی عمک و عمک بچه های و تقای و قبیله. اونا مانند ما یک 4-5 اکه و دادرها فامیلی یک نبودند. اونا در یک فامیلیه، یعنی که فامیلی یعنی در یک نام و نسب، در یک نام و نسب 5000 10,000 یک محلی کلام بودند. چون که آنها همون نامی باباشون 25 سال 25 قرن بالا، مثلا قریشی میگن. قریش یکی از باباهای پیامبر صلی الله علیه و سلم. اهل مکه قریب همش قریشی بود، یعنی یک نسب داشتن. اگرچه مثلا اون موی سفید 1000 سال پیش گذشته باشد یا 500 سال پیش گذشته باشد، نسب به همون بود. بنابراین عائله کلام بود، نه فقط عمک و تقای و خویش. عمومی عائله را فلان از فلان قبیله فلان زنک زنا کرده است گپ میشد. بنابراین اینو بسیار پاک بودن، اگرچه دین نداشتن. اون زنی که خودش به این کارا گرفتار میکنه، اون قدری خودش ندانست از پیش از آن که حالی مسلمان است، خودش به ارزان فروخته است. او بسیار قیمت است مرتبه. او فرزنداش فکر نکرده است فردا فرزنداش به کدام سر میبردارد. مادری و مادری زیناکار است. بنابراین برادران در این مسئله جدی بینید. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و آله دیوس به دوزخ وعده کردند.
دیوث آن آدمی که غیرت ندارد به محرمان خودش، به مادر و خواهر و دختر و همسرش غیرت ندارد، رشک ندارد، از نظری مردها حمایه نمی کند، گردن و بر و دستاش کشادگی در کوچه ها می گردد، خواهرانش و همسرانش. او دیوس است. مردم نگاه می کند، او پروا ندارد. این وقتی که به معیده ترین کارها اهمیت نمیدید، بعد همیشه کارهای کلان میشد. بنابراین برادرای عزیز، خاصتا مسافرها، مهاجرها، وقتی که 2 سال و 1 سال از زناتون دور میشیتان یا حتی کمتر از این باشدم، نظارت جدی کنید. کوشش کنید اصلا زن و شوهر باید در یک جا زندگی کند، مگر هم مثلا در ظرفهای مخصوص تا یک جایگیر شدن، تا یک حجت کردن، 1 بار 2 بار میلش. لیکن این خیلی که 20 سال عمر یا 30 سال عمر زن و شوهر جدا زندگی، این حیات نیست. یک سنبال آخه چی در کارم خانه های 3 آشیانه ساخته، خودتون در وگان زندگی میکنه، در روسیه زن و فرزندا در تاجیکستان فقط پول روی میکنه، فقط استرایکر افسوده از در چی در کار خانه 3 آشیانه. همین یک خانه در مهمان قبول میکنه، یک خانه در درس میکنه، یک خانه در طعام میخوره، یک خانه در خواب میکنید. همین یک 2 خانه ای که ضرورت است بس است. آخر چاو میکنید برای خودتون جور کرده، ولی خانه بود نشده. برادرها از دنیا گذشته ایستادین در روسیه، خانه حالی بود نشده است، حالی در آمدن ننشست از 1 بار. اینقدر به خانه توی مبلغی نادرست صرف کرده، خودتون قرضدار کرده، از زن دور 20 سال این جانب 10 سال این جانب، این نادرست است. باید خیانت کند، میلیاردتون باشد به بیفایده است وقتی که آبروتون ریخت. بنابراین برادر اهمیتیتون، کسی که اهمیت نمیتید به خودش، بعضی مصیبت ها هست که به مصیبت های برقرار کرده نمیشد. اگر پولتون گم شد با کار میکنید با میابید، لیکن مادری فرزنداتون وقتی که به شما خیانت کرد دیگه این واسطه نوید کرده نمیشد. یعنی یک کودک مادرش اگر زنا کرده باشه، من هم دیننگی سوال، همین داماد بچه کلان خورد سالش میدونست است که مادرش زناکار. من بعضی برادرها من پرسیدگی است که من مثلا کودک بودم، پدرم در روسیه بودم، مادرم زنا میکرد، من اینو میدیدم، موقع فهمش به نمیرفتم. حاضر اکن خودم نمیتونم، نه پدرم با گفته میتونم این حادثه، نه مادرم که تی معاملین یک کرده میتونم، اون کاراش به نظری چشمم هست، من دیدگی هستم میگه. یعنی این اصلا نوید کرد نمیشه. مادر آدم اختیار نمیکند که مادر معقول نشد اینه برارده سرتیویتی دیگه مادر گیری. اون مادر تمام یکتا هست. این امهاتهم الا اللائی ولدنهم، مادران مردم فقط آنهایی که آنها را تولد کردند. مادر زن مادر نیست برای آدم، اون قینا خوشنامن است. مادری حقیقی فقط همون آدمی که شما را تولد کرده است و این نو کرده نمیشد. بنابراین زنهای هم باید فکر کنید، اقل فکری خودتون نکنید، فکری گناهاتون نکنید، فکری فرزنداتون نکنید. این چه سر میبره فرزندش رو پگه در نزد دیگر مردها مادرش فلانی هست، میگه تو بچی فلانی هستی. بنابراین برادرها، خواهرها، لجام نفس به دست گیرید، بازگشت به سوی الله تعالی کنید، به گناههای متقدم توبه کنید. خاصتا این ماه مبارک رمضان فرصتی بازگشت به سوی الله است، بازگشت به سوی دین الله است. به نمازهاتان روی بیاره، از گناه دور ایستید، وسیله های گناه دور کنید از خانه هاتان.